برای جلوی لباست کافیه که 1 متر پارچه رو مثل من از سمت عرضش که 1.5 متر یه بار تا بزنی و مقابل خودت قرار بدی. با سمت دلای باز فعلا کاری نداشته باش. از لبه دلای بسته 25 سانت برو جلو، علامت. از لبه پایین دلای بسته هم دوباره 25 سانت به سمت جلو، علامت. از لبه بالا 50 سانت بیا پایین، علامت. و در نهایت 3 تا علامت رو با خط صاف به هم وصل کن، برش بده، اضافیشو دور ریز کن تا یقه تشکیل بشه. بعد بیا لبه دلای باز 15 سانت به سمت پایین، علامت با خط صاف وصل میشه به کنار یقه، از روی خط برش، دور ریز و شیب سرشون هم به دست میاد. حالا بعد دور تا دور تمام لبه هاتو با نوار و ریب تمیزکاری کنی. کافیه که لبه مورد نظر ما بین نوار و ریب قرار بدی و نیش دوزی. راستی من پارچه پیچازی جذابم از پارچه سره ابریشم گرفتم که کلی تنوع رنگی دلبرم داره. آیدیشونو داخل کپشن برات گذاشتم، حتما یه سر بزن چون قیمتاشون واقعا مناسبه. تمام لبه هامون که تمیزکاری شدن یه اتو هم میزنیم که پیچ و تاب نداشته باشن. بعد برای پشت لباس دوباره 1 متر پارچه از سمت ارزش که 1.5 متر تا بزن، مقابل خودت قرار بده. یعنی این لباس فقط 2 متر پارچه میخواد. از لبه دلای بسته 60 سانت برو جلو، علامت. این کارو تا پایین چند باری تکرار کن. علامت‌ها با خط صاف به هم وصل، از روی خط برش، اضافیش دور ریز که بریم برای برش یقه پشت. کافیه که از لبه دلای بسته 8 سانت بری جلو، علامت. 4 سانت هم به سمت پایین، علامت ها هم به صورت هلالی به هم وصل میشن و یقه برش میخوره. برای شیب سرشونه پشتت هم که فقط کافی از لبه دلای باز 15 سانت بیای پایین، علامت با خط صاف وصل میشه به کنار یقه و برشت که انجام شد دور تا دور لبه های تیکه پشتت هم با نوار و ریب تمیزکاری کن. بعد تیکه های جلو رو به این صورت روش قرار بده، سرشونه هاشونو بدوز به هم. قسمت های مچت هم که در حد 15 سانت نباید بدوزی و بقیه‌شو تا هر جا که دوست داشتی دوخت بزن و تمام. اگه دنبال ارزون ترین و بروزترین پارچه های هر فصلی پارچه سری ابریشمو اصلا از دست ندی یا پیجشو داخل کپشن برات گذاشتم.